من اینجا امروز اومدم کوتاه راجع به بیگ دلکس با شما صحبت بکنم. پلتفرمی از خدمات حقوقی برای ایرانیان خارج کشور و در این مرحله ایرانیان کانادا. این تجربه است که ما سال گذشته داشتیم. بعد از اینکه ما پرونده های متعدد، بگم صدها، اغراق نکردم، صدها پرونده موفق در دادگاه فدرال و هزاران ارزیابی و مشاوره هایی که همکاران من دادن، چه همکاران مشاوران رسمی و مهاجرت و چه همکاران دیگه، عملا ما رو به اینجا رسوند که بسیاری از این افرادی که با موفقیت مهاجرت کردن مسائل حقوقی متعددی رو دارن. مشکل اولشون اینه که اصلا نمیشناسن حقوق خودشون رو و وقتی به یه مشکلی برمیخورن یا یه ستمی بهشون میشه یا ما بهشون میگیم، اینجا میگن بولی میشن، تحت بولدوری قرار میگیرن، حقشون ضایع میشه و نمیدونن به کجا مراجعه کنن. کاری که ما کردیم به صورت آزمایشی سال گذشته در زمینه حقوق مهاجران ایرانی کانادا این بود که تو زمینه‌های دعاوی حقوقی و تو زمینه حقوق خانواده وارد شدیم. اینا زمینه‌هایی است که خود من هم درش کار میکنم و البته همکارانی که با همدیگه مایندست و ذهنیت مشابهی داریم، یعنی هدفمون واقعا خدمت رسانی به موکلین هست و منافع موکل با اطلاع رسانی کامل، به طوری که موکل بدونه حقوق و تکالیفش چیه و بعد تصمیم بگیره که آیا اساساً میخواد قراردادی رو با وکیل ببنده یا نه. این بزرگترین جنبه خدماتی است که ما میخوایم در این پلتفرم بیگ دلکس ارائه بدیم.